تشدید فضای امنیتی بر ضد ایرانیان و افزایش موج دستگیری‌ها در آمریکا. بعد از به نمایش درآمدن جلوه‌های دلبستگی غیرقابل وصف ایرانیان به کشورشان و وحدت نظر کامل آنان بر روی ایران، این بار وزارت امنیت داخلی آمریکا در اقدامی بی‌سابقه ایرانیان مقیم آمریکا را با عنوان بیگانگان دارای علایق و دلبستگی‌های ویژه تحت نظارت‌های شدید امنیتی برده است. چارچوبی جدید به عنوانی که در هفته اخیر لایحه آن هم نهایی و حتی منتشر شد. به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی، همه ایرانیان بیگانگان دارای دلبستگی‌های ویژه محسوب می‌شوند. بنابراین قرار است وزارت امنیت داخلی آمریکا بررسی‌های بیشتری روی آنها انجام دهد. تلویزیون فاکس نیوز، رسانه نزدیک به دولت آمریکا، از دستگیری صدها ایرانی در آمریکا میگوید. با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده مبنی بر وجود گروه‌های مخفی احتمالی که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کنند، فقط در هفته گذشته 130 ایرانی در سراسر آمریکا دستگیر شدند و الان در مجموع 670 ایرانی در بازداشت به سر می‌برند. این در شرایطی است که آمریکا با وجود پشتیبانی 100% تسلیحاتی و اطلاعاتی از رژیم صهیونیستی در کارزار رو در رو در برابر اقتدار دفاعی ایران و اتحاد مثال زدنی ایرانیان شکست خورده است. نابود خواهد شد، اسرائیل میماند. و البته در ادامه از حضور میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع شهدای اقتدار ایران هم ضربه کوبنده تری خورده است. خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا از تهران درباره این مراسم این گونه گزارش داد. این یک راهپیمایی عظیم است، درست در قلب تهران، در کنار فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای. تابوت‌های حامل پیکرهای زنان و کودکان هم اینجا به چشم می‌خوره. مردم در اینجا میگویند که مفتخرند آخرین ادای احترام خود را به آنان انجام دهند و قسم می‌خورند که به ایستادگی ادامه دهند. آنها هم به امریکا و هم به اسرائیل وعده مرگ و نابودی میدهند و میگویند که به خواست خدا آنها به زودی نابود خواهند شد. تلقی غالب در افکار عمومی آمریکا این است که این کشور باید از هر گونه درگیری نظامی مستقیم با ایران اجتناب کند. نظرسنجی جدید دانشگاه کونیپیاک آمریکا هم این را تایید کرد. بر اساس این نظرسنجی اکثریت جامعه آمریکا با تجاوز نظامی اخیر آمریکا به ایران مخالف هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.